خانم مهاجرانی، خودروهای نو شماره یعنی خودروهای صفر، یا مثلا ممکنه من حالا خودروی خودم رو بفروشم و یه خودروی جدید بخرم ولو اینکه خب مدلش هم پایین‌تر باشه، شامل اون هم میشه این حذف سهمیه یا خیر؟ ببینید، خودروهایی که از قبل وجود داشتن که طبیعتاً کارت سوخت دارند، یعنی طبیعتاً اگر که کسی خودرویی رو میخره و خودرویی رو که از قبل شماره شده بوده در واقع میفروشه، دوباره این رو میخره، قاطعاً اون خودرو کارت سوخت داره و لذا موقعی که معمولاً هم روال بر این بوده همیشه دیگه که افراد موقعی که معاملهشون انجام میشه جز مدارکی که جابجا میکنن با هم دیگه یکیش کارت سوخت هست که جابجا میشه، لذا در این مورد معمولاً مشکلی وجود نداره. در مورد خودروهایی که جدید تولید میشن و جدید شماره میشوند، در این مورد نکاتی وجود داره که طبیعتاً عرض کردم موضوع پر کردن تفاوت بین 110 میلیون لیتر و میانگین 133 میلیون لیتر مصرف روزانه است. در این حالی که دیشبم عرض کردم که بحث‌های مفصلی در دولت انجام شد که آیا این خودروها شامل این قضیه بشوند یا نشوند، لذا جمع‌بندی بر این شد که با توجه به وضعیت معیشتی مردم و آن در واقع رقمی که باید اختصاص داده بشه برای اینکه بشه روی موضوع کالاهای اساسی، روی کالابرگ و روی در واقع دارو و درمان برنامه‌ریزی‌های درست‌تری انجام داد، این جمع‌بندی انجام شد. شیوه اجرا در کارگروه انشالله مصوب میشه به اطلاع مردم. بله، بنابراین خودروهایی که از نیمه آذر 1404 پلاک میشن سهمیه ندارن. حالا درباره خودروهای وارداتی بفرمایید، از چه سالی شامل حالشون نمیشه سهمیه بنزین؟ ببینید، خودروهای وارداتی و خودروهای لوکس که از قبل هم خیلی هاشون در واقع به خصوص خودروهایی که حجم موتور بالاتری داشتن شامل این موضوع نمی شدن و با این مصوبه هم دیگه خیلی تکلیفشون به شدت روشنه. من فقط راجع به تاریخی که شما فرمودید تاکید بکنم، جزئیات این موضوع رو کارگروه اعلام خواهد کرد. تو که قبلی فرمایش شما که در واقع خیلی جمع‌بندی رو گفتم بگم این رو کارگروه اعلام میکنه، ولی خودروهای دولتی، خودروهای مناطق اقتصادی ویژه، خودروهایی که حجم موتور بالا دارن، خودروهای وارداتی و خودروهای صفر در واقع از این موضوع مستثنا هستن. یعنی به عبارتی اون 160 لیترشون که ثابت مانده بود 60 لیتر 1500 تومان و 100 لیتر 3000 تومان از این قضیه مستثنا هستن و لذا با سوخت به قیمت 5000 تومان باید سوختگیری بکنن.